امی برادر که شما به قتل رسانده مجریان برام قصه کو چه قسم بود، کیا بودی، از کجا حرکت کردین، چه قسم کردی؟ عجل موتور تو خیلی عجل عجل عجل. زد دست تیز بسی زد. خواه این تو بالا بوده. پای نفر آمده بود دیره به قتل رسانده بود. که مرمی کی زد؟ که مرمی تو زدی؟ اون مرمی در کجا خورده بود تو بیا؟ اون مرمی نشا بود چه همین مرمی بود نه؟ بود در اینجا یک دان چوک وقتی بود که اینجا یک دان بوکس پنجه. خب در اینجا. در اینجا. خب. او چوکیدار تمی رقم برآمد نفر ما رو اونجا که لغت زد. او که لغت تو زدش کشش که چوکو زد. ما بدم سای قاسم بود، سمیر بود، خالد بود، یک آدم اونجا رفتیم. فراد ما را گفت بیا که بریم در اینجا میریم. انا رقم چیزاست. اگه پیسه بود که شما پیسه شونو میگیریم. فرار کړی و یو موټر ته مور ورچولی و نو زمونږ امنیتي ارګانونه په دې وتوانېدل چې دغه څلور کسیزه ډله قاتلین ونیسي. د کابل د سبز ولسوالۍ له امنیتي ځواکونو سره هغه سیمې ته روان یو چې څه موده وړاندې 15 کسانو په یوه باغ کې یو ځوان په قتل رسولی او یو بل کس یې ټپي کړی او د یوې خونړۍ پیښې شاهد و. د شپې په تیاره کې یو شمېر کسان باغ ته ننوتل او د باغ له ساتونکي سره مخامخ شول. د لومړنیو معلوماتو له مخې دغو کسانو د باغ چوکیدار په بېرحمۍ سره وواژه او یو بل کس یې ټپي کړ. مرکز چاوري یو جدي عملیات لرو په مرګور باندې تاسو غږ وکړئ چې آماده شي او ساحې ته هم تاسو اطمینان ورکړئ غږ وکړئ چې آماده شي چې عملیات لرو ډېر جدي عملیات لرو. آماده مولوي صاحب ملګري ستاسو امر ته په تمه دي ملګري ټول متوجه دي او آماده دي امر وکړئ اجرات کیږي. مننه سید تاسو عجل موټر ته وخیږي عجل عجل عجل. آماده ان شاء الله اجرات کیږي. د پیښې له رامنځته کېدو وروسته امنیتي ځواکونو د خبر له ترلاسه کولو سره سم سیمې ته ورسېدل. ټپي شوی کس او د باغ ساتونکي روغتون ته ولېږدول شو خو چوکیدار د سختو ټپونو له امله په روغتون کې ساه ورکړه په داسې حال کې چې ټپي کس تر اوسه د ډاکټرانو تر درملنې لاندې دی. د امنیتي ځواکونو له څېړنو او پلټونو وروسته په قتل تورن کسان ونیول شول او بیرته د جرم سیمې ته راوستل شول څو د پیښې څرنګوالی وښیي او څرګنده کړي چې څنګه باغ ته داخل شوي او جرم یې ترسره کړی دی. امی برادر که شما به قتل رسانده مجریان برام قصه کو چه قسم بود، کیا بودی، از کجا حرکت کردین، چه قسم کردی؟ ما بدم سای قاسم بود، سمیر بود، خالد بود، یک آدم اونجا رفتیم. فراد ما را گفت بیا که بریم در اینجا میریم. انا رقم چیزاست. اگه پیسه بود که شما پیسه شونو میگیریم. اینا میریم اونجا بیا که بریم. یک وقت که شما آمدیم اینجا تو آمدیم فراد کاشون جنجالم کرده بود. اینجا تو فراد دروازه رو باز کرد در آمدیم که یک وقت تو بالا رفتیم. و میبینم که نفر که چاقو زد. نفر تو که چاقو زد که سوتا زد بس. این رقم گپ بود. باز یک وقت میبینم پس کلی موتر رو گرفت چالان کردیم رفتیم بردیمش موتر اونجا در دادیم. داخل از باغ شما آمدی، از سر دیوال آمدی، از دروازه آمدی، از کدام آمدی؟ نه فراد خود انداخت دروازه رو. اتاق کمی کدام اتاق بود؟ اتاق شما که نفر به قتل رسانده کدام شد؟ خب اینیش بود یا اینیش بود؟ خود بالا بود. خب این تو بالا بوده؟ همین اتاق بود تو شما بالا آمده؟ خب دمی اتاق شما داخل شده؟ چوکیدار خواب بود، بیدار بود، چه قسم بود؟ چوکیدار بیدار بود. در اینجا یک دان چوک افتیده بود که اینجا یک دان بوکس پنجه. خب در اینجا. در اینجا. خب او چوکیدار تمی رقم برآمد
نفر ما رو اونجا کلاغت زد پس او کلاغت تو زدش کشش کرد که چاقو زدش ها که چاقو زد پس تیلش که اینجا انداختش اینجا تو انداخت گروپ گل کرد گروپ تو گل کرد دیگه جنگ چسبید ها باز چیز کرده وقتی که آدم که شهید کرده او دیگه کجا بود اون نفر دیگه کجا بود کدام نفر اما یک طور زخمی کرد زخمی هم دمیجه بود زخمی زخمی هم اینجا ها بعد از باز یک نفر یک تش زده زخمی کرده یک شهید کرده شما یارم اینجا الا کرد یا بستم کرده نه بستش نکرد خب بستش نکردی اما تو رفتی دی نمیگه وقتی که شما داخل شدی تو کی چیز زدی که چاقو زدی که سوتا زدی که بوکس زدی که تو کی چیز زدی نه ما کلاغت زدمش کلاغت تو زدمش هوا فراد گفتن چرا تو نمیزنی شک میگه بگی تو هم دیشک هوا ما گرفتن که چاقو داد با تو که چاقو زدی همین نفر که به قتل رساند خان آقا را چه قسم قصه بودم کل جوران قصه کو دی باغ چه قسم داخل شده در اینجا که آمده با چه قسم شده می اتاق بود کدام اتاق بود بگو دیگه چه قسم اومدی از سر داخل اینجا اومدیم فراد دروازه رو باز کرد باز با در اومدیم اینجا که در اومدیم اشتباه خب دو نفر اشتگی بود خب در اومدیم فراد وارد می‌کنه کات کار داد که مرمیت فنچه کی زد خونه اینجا مرمی مونده اونجا خورد است نه که مرمی کی زد آفرین که مرمی تو زدی اون مرمی دا کجا خورده بود تو بیا اون مرمی نشابه چک کنی همین مرمی بود نه دست ببر سایکو همین جاست نه همین مرمی است خب تو دیگه که زید مرمی دا کجاش خورد باز متوجه بود دا کجاش خورد مرمی اما تا وای فایر شد خب بعد از باز کی کارت تو کی کارت زدی یا کی چیزی تو با کی کارت زد با تو کی چیز زدی خب بازی نفر دیگه که زخمی است ایره که چه قسم کار کرده ورم که کارت زده خب بازی شما مطمئن شده کرده از اینا مردن با شما حرکت کرده رفته یا چطور یا فهمید دیگه که زخمی است این زخمی را بسته خونه کرده بستش کرده بوده خب این را بسته کرده بازم تو الا کرده و رفته خب سید خالد می داخل از باغ آمد شما از کدام طریق داخل شده ما چیز فراد برای ما زنگ زد گفت بیا که بریم امشب میریم یک جای میمونی است خب پیش از او بخیالم کرده باغ والا جنجال کرده بود کرده اون نفرای دیگه چوکیدار نو که آمده بود گفت بیا که میریم میمونی است گفتم صحیح است خیستیم آمدیم این دروازه خو بند است باش ما براتون آواز میکنم سر دیوار خود زیر انداخت پایین شد دروازه را به ما واس کرد دیگه در آمدیم اینجا چاقو بوکس پنجه افتیدگی بوده دیگه فراد یک دفعه چیز کرد آتش زدن شروع کرد فایر مرمی را کی کرد اون اونجا مرمی هم خورد دیدی مرمی چه اون اونجا مرمی است فایر مرمی را چیز صد قسم کرد نظم تفنگچی فراد کردش خب باز که فایر کرد مرمی خوردش ها نه مرمی نخورد خب باز که کار زدن شروع کرده اون فراد نه فراد اون پیش دیگه زدن شروع که در اومد زدن شروع شد فراد شروع این از اول که شما اومدید فراد تصمیم زدن و قتل از بوده چون که می اومد داخل شد شروع کرد به زدن نه ما را گفت میریم برای میمونی میریم نه اینجا که می اومد زدن شروع شد آن دیگه ها خودی معلوم میشه که قصد قتل از اول بوده مونو فراد دیگه بوده دیگه ها ما صرف برای میمونی آوردن گفتیم میمونی است باغ آمده دمی اتاق یه نفر باز کشته داخل زمین اتاق خب در اومد فرق کده کار زد خب یک فایر مرمی را کی کرد فایر سید قاسم کرد فایر او کرد نخورد خب باز او که لغت زد فراد کده کارت خارغارش کرد از اینجا موترش اسوار شد برد در داد اونو خودش ایران گریخت دیگه شما چند دفعه دیگه اومده بودی که دفعه گفتی 5 6 دفعه اومده میشه زیاد میرفت میومد خود از این چی معلوم میشه که جای قمار بازی و شراب نوشی که بود نبود میشه هر کار میشه در شراب خوری میشه در کار میشه مگم ایجاد تو فراد کس اون فراد کس فراد دخترها را می آورد اینجا بازو پیردار و سابق که بود و ممانعت نداشت این ممانعت کرد باز فراد اینجا که در آمد که کارت زدش کشتش از خودش گریخ رفت اینجا ما 4 تا باز موترش هم یک نفر دیگه زخمی کردی بستم کردی یا تو علاج کردی هم تیلا کرد علاج کردی باز رفته باز بیرون که برام اومدی موتر باز از داخل کشیده برده باز داخل موتر کشید فراد سر جلوش رفت اونجا درش داد وقتی که در دادی وقت در دادن تیل سر موتر کی انداخت تیل از خود فراد انداخت باز موتر مکمل در دادی باز موتر که استخوانی خود رفت باز او رفتی با شما چی کردی پد شده یا هیچ بقصهش نشده فرار کرده در خانه‌تان بوده چی کردی قرار دادیم بختیاران میگشتیم فراد خودش نبرید مطمئن بوده که کس سر ما خبر نشده یک فکرتان بود نه نه خود دیگه خود
که میفهمیدی که سر ما کسی خبر شده است باز تو مجبور خود چی میکردی فرار میکردی فرار نه شما مطمئن می کسی خبر نشد سر ما نه خون ناق بود ما خپت نمیمون این حالا گرفتارتان کرد 70 دفعه خدا به غضب طرف سعی میکنه 70 کم میگیری اما تو شد شما نه اونمو قصه یعنی این مظلوم چی گناه داشت هیچ چیز هم گناه نداشت هم در جایی که شما آمدید طلب فسق فجور ازش میکردی این خوب یک مسلمان شهیدش کرده دیگه آه شهید شده د دې سبز ولسوالۍ امنیتي مسؤلین وایي تورن کسان له پیښې وروسته له سیمې تښتېدلي وو خو د امنیتي ځواکونو د ځانګړو کشفي او چاړنیزو عملیاتو په ترڅ کې ونیول د دې ساوز امنیه قمندانۍ هغه څلور کسیزه ډله ونیوله چې څه موده وړاندې یو چوکیدار په خپل باغ کې په قتل رسولی و بیا دغه څلور کسیزه ډله د دې ځای نه فرار کړی و یو موټر ته یې مور ور اچولی و نو زمونږ امنیتي ارګانونه په دې وتوانېدل چې دغه څلور کسیزه ډله قاتلین ونیسي د سیمې اوسیدونکي او د مقتول خپلوان وایي وژل شوی ځوان د همدې باغ د ساتونکي په توګه د میاشتې په 12,000 افغانیو کار او د خپلې کورنۍ د نفقې یوازینۍ هیله وه د کورنۍ په وینا نوموړی په ډېرې بېرحمۍ سره ووژل شو چې دې پیښې کورنۍ له سخت غم او درد سره مخ کړي بیادرم در این باغ 1.5 ماه شد چوکیدار بود دیگه باز همی 5 نفر آمده بود ایره به قتل رسانده بود باز به قتل رسانده بود بسیار وقت اینما تا 1-3 ماه ماند ما در حوزه 19 رفتیم حوزه 19 تشکری میکنیم و هم تپ تلاش کرد بعد از او باز ما آمدیم در ولسوالی که آمدیم سایه موتر دمو سایه در داده بود موتر دمو سایه عریق کرده بود باز ما آمدیم قماندان صاحب امنیت آمر صاحب کش مدیر صاحب جنایی مدیر صاحب استخبارات مدیر صاحب داخل امنیتی که است یک کلش جلسه گرفتن گفت که چه رقم شوه باز در 1.5 هفته اینمی را گرفتار کردن همی 5 تا یا گفت که ما ارگانای کشفی خود از استخبارات کلش دمو سایه اقدام کردن اونموجه گشت و گذار پشت از اینمی سارخین نگه باز بعد از او اینمی را گرفتار کرد برای ما زنگ زدن گفت بیایی که یارا گرفتیم دیگه از کل از یا تشکری میکنیم هم از حوزه 19 خصوصا از ولسوالی از کل از یا خواست ما اینمی است که اینمو تو برادر ما را به شهادت رساندن اینمو تو از حکومت میخواهیم که اینمو تو شوند د دې سبز ولسوالۍ د کشف امیر وایي تورنو کسانو یوازې په قتل بسنه نه ده کړې بلکې د باغ د ساتونکي موټر هم له ځان سره وړی او وروسته یې سوځولی دی څو د جرم نښې له منځه یوسي قضیه طوری بوده که یک مدت قبل یک برادر به نام خان آقا دمی باغی که شما میبینین مشاهده میکنین در از اینجا بسیار مظلومانه به شهادت رسیده بود که 5 نفر از اشخاص ویلگرد و اوباش و سارقین که خودشان اقرار به اوباشی و سرقت خود میکنن 5 نفر وارد از این باغ شده بودن خان آقایی که در این باغ چوکیدار بوده اینها داخل شدین از سر دروازه خود را انداختین در داخل امی اتاقی که ما شما مشاهده میکنیم در داخل از اتاق شدین بعد از داخل شدن در اتاق فیر مرمی تفنگچه کردین امی 5 نفر به همراه به ضرب کارد و چاقو و بوکس پنجه خان آقا را بسیار مظلومانه به شهادت رساندین و در ضمن از یک برادر دیگری که به همراه خان آقا در اینجا مزدور بوده او را هم به ضربات چاقو بسیار شدید مجروح ساختین و خودشان هم اقرار میکنن که علت قتل خان آقا را چنین بیان میکنن همی 4 نفر مظنون که ما در این باغ به کرات آمدیم و در این باغ قماربازی میکردیم شراب نوشی میکردیم عیاشی و فساد اخلاقی را ما انجام میدادیم که قبل از خان آقا کدام چوکیدار دیگر بوده او چوکیدار بدل میشه بعد از او خان آقا که در این جمعه خان آقا به همراه از اینها هم فکر و هم نظر نمی باشه به اساس مخالفتی که خان آقا به همراه از اینها داشته اینها اراده و اقدام به قتل خان آقا میکنن به ضربات چاقو او را به شهادت میرسانند وقتی که اینها خان آقا را به شهادت میرسانند از داخل از امی باغ یک موتر که از خان آقا بود ملکیت شخصیش موتر از اینجا میکشن میبرن در ساحه ولسوالی دی سبز در اونجا موتر را حریق میکنن در میتن
ببینین اینها چقدر ماهر بودن، به خاطر موتر در میتن که خامخا یک روز اگر موتر گیر بیاید ما شناخته میشیم، یا ممکن از طریق طب عدلی یا از طریق ارگانهای کشفی و اپراتیفی و تکنیکی ممکن که موتر شناسایی شود و ما شناسایی شویم. به خاطر از اینکه اثری از قتل موجود نمانه اینها موتر را میبرن در میتن. وقتی که موتر را در میتن حرکت فرار میکنن. اینها د نوموړي په وینا د امنیتي ځواکونو پرلپسې کشفي هڅو معلوماتو راټولولو او چاڼیزو عملیات په پایله کې تورن کسان وپېژندل شول او ونیول شول. اوس تر قانوني څېړنو لاندې دي او دوسیه به عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کیږي. تقریبا مدت زیاد اینها مجهول الهویت میمانند قاتلین. ارگانهای عدلی و ارگانهای کشفی و اپراتیفی و نظامی ما حیران میمانند به پیدا کردن از اینها. ولله الحمد با اساس تجربه که الحمدلله ما داریم، با اساس تجربه خود به تعقیب اپراتیفی و تکنیکی که اونها را ما توانستیم اینها را از یک طریق کشف کردیم. بعد از کشف و شناسایی یک نفر از اینها که به نام نورالهدی نام داره، نورالهدی را ما گرفتار کردیم. بعد از آن نورالهدی 3 نفر دیگر را 4 نفر دیگر را قلمداد میکنه که از 4 نفر 3 نفرش را ما گرفتار کردیم، 1 نفر از اینها مفرور است. انشالله با توفیقی که الله بر ما نصیب بگردانه نفر 5مش را عن قریب میگیریم و به حضور مردم افغانستان پیش میکنیم که مجرمین روسیا و مجرمین دلسیا که سر مردم مظلوم، سر یک انسان مظلوم که او ماشخور چوکیدار یک آدم مظلوم است دریغ نمیکنن، رحم نمیکنن. او طور مردمای ظالم را به پنجه قانون و بر مردم ما انشالله پیش میکنیم، برای مردم معرفی میکنیم. دغه پیښه یو ځل بیا د امنیتي ځواکونو د چټک غبرګون او کشفي فعالیتونو اهمیت څرګندوي، خو په ورته وخت کې دا هم ښیي چې د خلکو د امنیت او د ورته پیښو د مخنیوي لپاره لا هم جدي تدابیر او دوامدارې هڅې روانې دي.